درود بیننده عزیز. سلام. برنامه تحقیقاتی پرسوکوف را در موضوع فال و فالبینی پیشنهاد می‌سازیم. یک سوال دارم. فال چیست و فالبین کیست؟ این علم است یا خود افسانه؟ لیکن راستش رو میگویی. اصلا فالبینی و باوری به فال، باوری به پیشگویی آینده یکی از نشانه‌های جهانبینی اسطوره‌ای یا سطح پستی جهانبینی علمی و حتی دینی افراد. نمیدونم با سوالتان جواب دادم یا نه. متاسفانه امروزها در جامعه تاجیکستان نیز باوری ایده از مردم به چنین عمل‌ها و این نمود فعالیت ما می‌بینیم که زیاد شده است و در حالت گسترش است که البته نگران کننده است، چون که وقتی در مردم خرافات، باوری با فالبین، باوری به سحر و جادو و این چیزها زیاد شد، البته هم از لحاظ دینی، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ اجتماعی، همه طرفه این به یک نمود انحرافات و کجروی میبرد و باعث برعکس عقب‌مانی همون جامعه و باعث گرفتن یک صدمه هم روانی، روحی و هم دینی نسبت از جانب ما فرد میشه. یعنی از آن تحقیقاتی که ما گذرانیدیم برمی آید که وقتی که انسان به این چیزا بارن کرد از واقعیت دور شده و به جای آنکه مثلا برای به دست آوردن یگان هدف، برای انجام دادن یگان کاری یا عموما رفع یگان مشکلات کوشش کنند، خود را به چنین راه‌های تسلیت می‌دهد که یگان نتیجه واقعی ندارند و میتواند برعکس اون رو باز به اون گرداب بلاها و به اون بحران سخت بگم روانی و روحی باز هم عمیق‌تر فرو برند. خطاها رو اصلاح کردن ممکن است، فقط اراده باشد. و اگر ما میخوایم که نظر دینی مبین اسلام رو به این مثلا ببینیم، البته همچنانی که علم محترم چون دینی مبین اسلام هم وجود داشتن فالبینی رو عرفی رو اولا که بالکل انکار میکنن، یعنی میگه هیچ نتیجه ندارن و حتی در احادیث اومده است که کسی که به فالبین مراجعت نمود و به او باور کرد دیگر ایمان او که کاسته می شود و هر کسی که رفت و باور نکرد در چند روز معین است، در روایت‌های گوناگون از 30 روز تا 40 روز عمل‌های صالح او پذیرفته نمیشد. من یک سوال دارم. مرحمت. عقیده جامعه شناسان به این چگونه است؟ مردم باور میکنند یا نه؟ امروز در این سمت یگان تحقیقات سوسیولوژی گذرانده نشده است، اما از روی مشاهده هایی که ما هر روز میبینیم در حیات هر روزمون ما میبینیم که فایز زیادی اهالی ما، اکثریت اهالی ما اعتقاد دارند به همین چیز. درباره فالبینان چی اندیشه دارید؟ در مجموع گیریم خود فالبینی من فکر میکنم این یک چیز عمومی است که قریب که وجود ندارد. این به مانند یک اصولی که لولیا استفاده میبرند. امروز میباید در خانه، اگر خانه زمینی باشد، امروز اومده در همون خیلی کن لولیا گروه میگردن، اویلوی میگردن، یک نفر هوش خاندان به گپ گرفته، دیگر نفر در بیخ درختش ناخن یا یگم چیز دیگر گور میکنند، تگ خاک میکنند. بعد نیم سال پس و یک سال پس اومده من فال میبینم گویا همون ناخونه که پیشتر او تگ خاک کرده بود یا یگم چیز دیگر همون کشیده میبرارد و با همین اعتقاد مردمان به همین چیز زیادتر می شود. این از چی برمی آید؟ برای چی مردم به فالبین باوری دارند؟ امروز همه ما و شما میدونیم که یگان قریب بگیم که یگان عائله نیست که با مشکلات های گوناگون گرفتار نباشند. از این رو پیش از همه برای برطرف کردن این مشکلات های خود رو میآورند به چی؟ به فالبین. یعنی سبب های اساسیش تنها همان مشکلاتی که در حیات انسانیت پیدا می شود. آدمان پیش از همه برای برطرف کردن مشکلات های خود رو میآورند به چی؟ به فالبین که در اصل این چی است؟ این دروغ است. تشکر. از نگاهی روانشناس چی؟ مردم طبقه های دانش هر خیلی دارند. یعنی اینکه جهانبینی از روی جهانبینی آدم‌ها به یک چند طبقه جدا کردن ممکن. هستند هم طبقه‌ای که همه چیزی که اون کس گوید اگر قاپیده میگیرن. از تجربه خود یگان چیز نقل کنید. بعضی دوم میگن که من 10 تا فالبین برفتم، گفت که پیش راحت بستگی برای همون تو دورنت به زیان داری تو توبت کردن.
حتی حالا همین شهر با آدمان هستند که شیر میگیرن، درون شیر با قید میکردگی دوره میپرتایند و میگویند که من حاضر همین میخوریم، اگر علم داشتگی باشه میبراید و همین شیر تیار کردگی که میتیند و کمتر میخورد، بعد 20 دقیقه علاقه دلش به حضور میشد، پرتو میکنند، بس اون همون درونی وای همون پرتوفتگیش یک چیز میوبد، چون که پیشی که پرتوفته بود اونجا بعد دستش بر میگیرد، بعد میکشد، میگه که من زبان عربی کتی، یعنی که دو نوشتگی پیش تو بسته شدگی بود، اون پیش تو کشاده شد. برای پیشگیریش چیکار کردن ممکن؟ وقتی که ما به می بیاند همین تصور ما اثرشون گرفته پرسو میتوانیم. ما به چنین بیماران یاری میدهیم. این برای ما پرابلم نیست، لیکن آنها با ما کم میبیاند، پیش فولبین میروند. فهمو. امروز اگر یک جایشون در کرد ها کسی مرا چیزی کرده، ابا متخصص این سوها هست، طبیبان، دکترها، برای چی ما مراجعت به دکتر نکنیم؟ امروز متخصص سوهای روانشناسی فعال است. خوب. برای چی ما رو به روانشناس نوریم؟ برای چی ما رو به روانپزشک نوریم؟ برای چی ما رو به طبیب نوریم؟ ما باید رو به فولبین بیاریم. خوش. چی گفتنی هستید؟ وقت رسیده است که ما باید رو به متخصص بیاریم. حتما بیایید. یگانه نفری که انمی مشکلات های اولیوی را گوییم که عموما مشکلات هایی که در جامعه هست برطرف کردن میتواند از فولبین دیده پسیخولوگ خوبتر است. کفایه. تشکر برای بیان عقیده. حالا باشد رسیدیم به هدف برنامه. به فولبین باوری داره؟ به فولبین باوری داره؟ Не, باور ندارم. Надоре. Не. 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 Нет, конечно, это шарлатанство. Не. Не, باور ندارم. Не. Не, البته. Не بچه. با فولبین نه. نه باور ندارم، این مراجعت هم نکردم. نه. این خیلی کارهای نمیدانم. باور ندارم. نه، باور ندارم. نه. 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 این نه تمام باوری ندارم. سلامت باشید. نه. نه. نه من واقعا باوری ندارم با فولبین. اخلاص هم ندارم با فولبین. بچه اخلاص داره؟ فقط ای اسپاندود، ای تاشتو، ای دودی باوری دارم. تمام هم. Нет, конечно. نه. نه. نه با فولبین باوری ندارم. نه ندارم. نه، باور ندارم. نه. من با فولبین باوری ندارم. نه. 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 تشکر برای حقیقت گویی. باز هم اینجا میگذاریم به سوال همیشگی برنامه. برای چی به فولبین باوری نداره؟ برای چی همه دروغ میگن، پول جمع میکنن تمام. گپشون خطرناک نیست، راست نیست. چخیل شما با گپ زنم بود. از کجا وایها میدونن که چی شدگی، چی میشود این دروغ؟ وای دروغ میگن. وای از نزد پروردگار نمیاد است کو. برای آنکه چقدر فهمونم من مثلا فولبین این یک طایفه شخصی هستند که مردم رو فریب میکنند، از خود انسان گپ میگیرند و به خود انسان جواب میدهند. درست بچم. من درست دیگر ندیدم، یکی در تلویزیون بسیار میبینم که دروغ میگن. همه اگر خواهید که دانید همین قرآن هست، همین گپ کارا فهمیدید؟ فولبین به چه باور میکنید؟ گپای دروغ سبسته. برای همین من این خیلی باوری نیست. برای چه باور کنم؟ برای که بسیار فریب میکنه دروغ. ما با تمام باوری نداریم. چرا این خیلی میگوی؟ برای این همش کاری دروغ است، ممکن نیست و گناه است. بلوچه فولبین چگونه میدونم؟ فولبین اگر خودش میدونست اگر چیز مثال میافت میگرفت فول نمیدید. اثبات شده که دروغ میگه فولبین. برای آنکه ولی کسی پیدا نشده که آینده را گپ زنه. برای کی دروغ است؟ وای همش دروغ وای. برای کی همین کارا را کردم باور ندارم. باوری ندارم خیر. شما برای چی باوری نداره؟ برای آنکه وای همین علمی پیشبینی نمیداند. وای از روی تخمین، از روی آن قدر که خودش میفهمد
گپ میزند. سبب باوری نداشتن مردم را نیز فهمیدیم، اما این تجربه را آنها از کجا گرفتند؟ شاید آنها باره به فولبین مراجعت کردند و این عمل نتیجه نه چندان خوب داده است. بیایید از خود آنها میپرسیم. یوشی به مراجعت کردم که امو کاری که دخترها مرا دوست نمی‌داشتن میرفتن. با فولبین حال کار افتاده نشدگی. نه. نه. شما چی مراجعت کرده؟ کردم. هیچگاه این خیلی نگوی. نتیجهش منفی برآمد. نه. دروغگوییشان را اثبات کرده؟ قریب. نه من یکم بار مراجعت نکردم. پیشتر قید کردم وقتی که باوری داشتم برای چی مراجعت میکنم؟ نه بار مراجعت نکردیم، حتی باوری هم نداریم. نه یگان مراتبه. نه. دختری نقص؟ نه. اوخه چی مراجعت کنه؟ نه یک وقتا یک مراجعت کرده بودم و میگنو هیچی رزولتات. نتیجهش منفی برآمد. دیگه اهمیت هم ندادیم و نرفتیم. فقط میخواهم که آن خطاگی‌هایی که من در زندگیم کردم شما هم تکرار نکنید. نه یگان بار نکردم. نه مراجعت نکردم. یگان بار مراجعت کردگی نیستم و هیچ وقت نمیکنم و کسی را اگر کردنی باشد نکند برای که هر چیزی که میشود از جانب خداوند است. نه یگان بار من مراجعت نکردم. فولبین ده؟ بله به فولبین. نه کردم. یه وقت یک کار زلول شد رفتم دروغ بود. سنجیدید که دروغ است؟ سنجیدم هم کاری که دروغ بوده هم کسی دیدم گفتم نه این که دروغه. شما چی؟ نه تنها اینکه مراجعت نکردم بلکه نیت و قصدی مراجعت کردن هم ندارم. از من نرنج دخترم. ولی یک بار یک تجربه دارم. کنی نقل کن. یگان تجربه حیاتی دارد که دروغگویی فولبینان اثبات شده باشد. نپوشه. یکی از این فولبینا را من دیدم گفت که اگر بخواهید من شما را فال میبینم. گفتم پولی که میگیری چند قدر است؟ یک مبلغ گرفت نمیشه. من گفتم 2 برابر همین مبلغ میتونی، فقط یک سوال من جواب بدی. گفت مایلش. نام دهه ما چیست؟ گفت من خدا نیستم نام دهه تا بدانم. گفتم وقتی که خدا نیستید نام دهه ما را بدونید پس از کجا میدونید دیگر غیبیاتا؟ خیلی من میدونم دروغ میگم. من پیش فولبین نرفتگی و همین چیم کی فکرم کی همین دروغ میگم آیو. نه بسیار میدونم و من اعتقاد ندارم فولبینا با. مردم میگوید که حقیقتا دروغ میگوید. راست میگم. نه تجربه ندارم لیکن با فکر من که همش دروغه. فکر خودم گپ میزنم دیگه شنه نمیدونم. تماما باوری ندارم. خیر راست نمیگم. خاکو همسایه گپ میزنن همین خیلی شد همین خیلی رفت. Я в это не верю. بله. ما چند سال پیش ما در همین خیابان میگذاشتیم همراه یک رفیقم و معلم دانشگاه بود. بعد از روبروی ما فولبین آمد و گفت که من شما را فول میبینم. من گفتم همین رفیق منش فولبین. بعد دید و گفت که فولبین گفت که زنت بسیار قهر میکرده است. قطعی تو جنجال میکرده است. و رشک میکرده است. من از این گپی فهمیدم که این خصوصیت همه زنها است. همه زنها رشک میکنن، همه زنها جنگ میکنن. از روی همین گفته من به خلاصه آمدم که وای دروغ میگوید. نه که من راضی نشدم. بنابراین وقتی که شما فال بینم گفت من باور نکردم. در مجموع گیریم وقتی که نزد فولبین میرد همون گپ‌های عمومی است، همون گپ‌هایی که با اکثریت داخل دارد، همون گپ‌هایی که همون وضعیتایی که خواهید نخواهید در حیات با اون روبرو شده اید. تشکر برای بیان عقیده. تماشابینان عزیز چه خیلی خود گواه گشتید. در نظرسنجی مذکور 100% مردمی پرسیده شده به فولبین باوری ندارد، اما نوابسته از این برخی از آنها به فولبین مراجعت کردند. این بود خلاصه نظرسنجی مذکور. با همین برنامه نوبتی پورسوکوف به آخر میرسد. بینندگان عزیز تا برنامه‌های دیگر خیر.
چند گذر نوبت گل ازار شد سناز پیش تابه و جلوگهی بهار شد دست به تار چند گذر نوبت گل ازار شد سناز پیش تابه و جلوگهی بهار شد سر برسد به پای او القا که سود شمایی نو سر برسد به پای او القا که سود شمایی نو موی چشام زندگی در قدمش نثار شد موی چشام زندگی در قدمش نثار شد دست به کاری چند گذر نوبت گل ازار شد سناز پیش تابه و جلوگهی بهار شد لرزش پیکرش نگر لرزه با جان و دل ده لرزش پیکرش نگر لرزه با جان و دل ده مطرب نغمه سنجرا نغمه که جودار شد مطرب نغمه سنجرا نغمه که جودار شد دست به تار چند گذر نوبت گل ازار شد سناز پیش تابه و جلوگهی بهار شد دست به تار چند گذر نوبت گل ازار شد سناز پیش تابه و جلوگهی بهار شد دست به تار چند گذر نوبت گل ازار شد سناز پیش تابه و جلوگهی بهار شد نغمه که جودار شد جلوگهی بهار شد نغمه که جودار شد